یه لحظه چشمتو ببند و به این فکر کن که اگه بهت بگم جهان هر ثانیه داره به ارتعاشات درونیت جواب میده، نه به حرفات، نه به نیتات، بلکه به فرکانسی که واقعا داری ساطع میکنی. چی میگی؟ نه، این فقط یه جمله انگیزشی نیست، این اصل بنیادی تمام کیهانه. ناپلئون هیل توی کتاب بیاندیشید و ثروتمند شوید نوشته بود هر اندیشه یک فرکانسه، هر احساس یه موجه و هر موج واقعیتی رو احضار میکنه. سلام به نوراویسیای جستجوگر و آگاه، به اپیزود 10 از مستر کلاس ثروت ناپلئون هیل خوش اومدین. اینجا جاییه که ذهن، علم و انرژی رو به هم گره میزنیم. من نورام و امروز میخوایم از ذهن فردی عبور کنیم و وارد میدان کیهانی بشیم، جایی که قانون ارتعاش فقط یه تئوری نیست بلکه زبان رسمی کائناته. بله، وقتی میگی میخوام پولدار شم ولی درونت حس کمبود داری، کائنات فقط اون فرکانس کمبود رو میشنوه. اما وقتی بدون گفتن هیچ حرفی درونت عمیقا احساس فراوانی رو تجربه میکنی، جهان نمیتونه مقاومت کنه، چون تو ارتعاشش رو تغییر دادی. هیل در دست‌نوشته‌هاش نوشته بود که در جهان ذهن تنها قانون فعال قانون ارتعاشه. اون که اینو بفهمه دیگه نیازی به دعا نداره، فقط خلق میکنه. اینجا قراره یاد بگیریم چطور ذهن خودمون رو از ایستگاه محدود خواستن به فرکانس داشتن برسونیم. چطور مغزمون رو تنظیم بکنیم تا با هوش بی نهایت هر فرکانس بشیم و جهان رو از درونمون کنترل کنیم، نه از بیرون. پس تا آخر این اپیزود با من بمون، چون در انتها قراره یه تمرین نادر از ناپلئون هیل رو اجرا بکنیم. تمرینی که خودش میگفت وقتی این کار رو انجام بدی جهان دیگه باهات شوخی نمیکنه. فرمول علمی همفرکانسی ذهن با جهان. ناپلئون هیل میگفت ذهن انسان مثل یه ایستگاه رادیوییه. اگه فرکانست رو با ذهن جهانی تنظیم نکنی فقط نویز میشنوی، ولی وقتی دقیق تنظیمش کنی صدای الهام رو واضح میشنوی. اون در یادداشت‌های خصوصیش از گفتگو با اندرو کارنگی نوشته بود که ثروتمندان واقعی قبل از عمل کردن یک به یک فرکانس ذهنی خاص وارد میشن. هیل بعدها این فرمول رو به زبان علمی توضیح داد و گفت فکر به علاوه احساس شدید به علاوه تصویر ذهنی مساویس بر ارتعاش فعال. وقتی این سه با هم ترکیب میشن مغز از سطح آلفا به تتا میرسه، همون حالت نیمه خواب و نیمه هوشیار، و در این وضعیت دروازه ورود به هوش بی نهایت باز میشه. اگه فقط فکر کنی ولی احساسش نکنی فرکانس نمیسازه. اگه فقط حس داشته باشی ولی تصویر نداشته باشی آشوب ایجاد میکنی. اما وقتی هر سه هماهنگ بشن تو دیگه از جهان درخواست نمی کنی بلکه جهان از تو دستور میگیره. ناپلئون هیل به شاگردانش تمرینی میداد به نام Alignment Meditation، مراقبه همفرکانسی. میگفت چشمانتو ببند و بر تنفست تمرکز کن. هدفی رو که میخوای در قالب تصویر ذهنی بساز. حالا احساسش رو فعال کن. شادی، قدرت، آزادی. در همین لحظه جمله‌ای بگو که فرکانس رو قفل میکنه. من با منبع بیکران فراوانی هماهنگ هستم. اون میگفت اگه این کار رو روزی 2 بار انجام بدی مغز مثل رادیویی که روی موج درست قفل شده شروع میکنه به دریافت ایده ها، فرصت ها و حتی آدمایی که در اون مسیر قرار دارن.
بعضی اسمشو الهام میذارن، اما هیل میگفت الهام فقط علم ناشناخته فرکانسه. پس هر بار که شک میکنی، هر بار که مسیر تاریک میشه، بدون فقط از موج جهانی جدا شدی. کافیه دوباره تنظیمش کنی. در ادامه اپیزود میریم بخش عمیق‌تر داستان که چطور قانون ارتعاش به قانون جذب تبدیل میشه و چطور میتونی ذهن خودت رو به آنتن واقعی ثروت و الهام بدل کنی. از ارتعاش تا جذب، وقتی جهان شروع میکنه به پاسخ دادن. جهان به احساساتت گوش نمیده، به ارتعاشاتت گوش میده و هر ارتعاشی که از درون تو ساطع میشه در جستجوی چیزی شبیه خودش در بیرون میگرده تا به اون بچسبه. همینجاست که قانون ارتعاش تبدیل میشه به قانون جذب و بیشتر مردم اینجا اشتباه میکنن که فکر میکنن جذب یعنی خواستن چیزی تا بیاد، در حالی که جذب یعنی شدن چیزی تا خودش بیاد. خیلی جذابه. جذب یعنی شدن چیزی تا خودش بیاد. ناپلئون هیل در نوشته‌های خصوصیش میگفت جهان چیزی رو به تو نمیده تا وقتی خودت فرکانس همون چیز نباشی. و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ذهن از سطح تفکر به سطح میدان میره. وقتی ارتعاشت با ثروت هماهنگ میشه، دیگه پول از بیرون نمیاد، از درون تو جریان پیدا میکنه. هیل توضیح میداد مغز انسان در حالت هیجانی ایمان و تخیل مثل یه ژنراتور الکتریکی فعال میشه. احساسات مثبت برق میفرستن در سراسر سیستم عصبی و این انرژی در فرکانس مشخصی پخش میشه در میدان کیهانی. در اون لحظه جهان فقط یه گزینه داره: پاسخ بده. از اون لحظه به عنوان The Vibrational Merge یاد کرد. لحظه یکی شدن ذهن فردی با ذهن جهانی و هشدار میداد که اگه ارتعاش ترکیبی از شک، ترس و آرزو باشه، جهان همون ارتعاش ترکیبی رو بهت برمیگردونه. یعنی اتفاقایی که هم امید میدن هم ناامیدت میکنن. دقیقاً زندگی عادیمون دیگه گاهی وقتا دقیقاً دچار شک و ترس و آرزو و اینا میشیم. یه چیز ترکیبیه و واقعاً هم تو زندگیمون ترکیبی از امید و ناامیدی رو تجربه میکنیم. اما اگه یاد بگیری فقط روی یه موج بمونی، یه احساس، یه باور، یه تصویر روشن، اون موقع واقعیت نمیتونه در برابر وضوح تو مقاومت کنه. تمرین پیشنهادی ناپلئون هیل برای ورود به این میدان این بوده. اسم تمرین هست 3 دقیقه قانون وضوح. میگه بشین، دستاتو روی قلبت بذار. یه خواسته رو انتخاب کن که از ته قلبت میخوایش. فقط روی احساس داشتنش تمرکز کن، نه مسیر رسیدن. یعنی فکر کن که الان اونو به دست آوردی، هر چی که هست یه هفته بعدشه. چه احساسی داری؟ همون احساسه، نه اون یه روز قبل رسیدن، نه حتی لحظه رسیدن. احساس کن گرفتی 2-3 روزم ازش گذشته، چه قلبت چه مدلی محکم و قرصه. اون احساس رو میخوام. آره، این احساس. پس به این حس، به دقیقاً رسیدن تمرکز میکنی، نه مسیر. اگه ذهنت پرسید چطوری قراره بشه، فقط بگو جهان میدونه. وقتی 3 دقیقه تموم شد، ذهن تو دوباره تنظیم شده. از فرکانس نیاز رفته روی فرکانس یقین و از اون لحظه به بعد جذب شروع میشه. نه به شکل جادویی، بلکه طبق قانون فیزیک ذهن. ارتعاش تو امضای تو در جهانه. ناپلئون هیل. در ادامه اپیزود میریم سراغ بخش خیره کننده بعدی که چطور ذهن جمعی و ارتعاش گروهی قدرت جذب فردی رو چند برابر میکنن.
یعنی راز پنهان میدان حلقه های موفقیت که جهان رو از پشت صحنه میچرخونن چیه؟ قدرت ذهن جمعی و ارتعاش گروهی. تا حالا حس کردی کنار بعضی از آدما ناخودآگاه انگیزت زیاد میشه، یا برعکس با بعضی فقط چند دقیقه حرف میزنی و انگار تموم انرژی تخلیه میشه؟ اون حس اتفاقی نیست، اون انتقال ارتعاش جمعیه. ناپلئون هیل در یادداشتاش می نویسه که هر ذهن انسانی یه فرستنده و گیرنده ارتعاشه. وقتی دو یا چند ذهن در هماهنگی هدفی مشترک قرار بگیرن، ارتعاششون نه 2 برابر بلکه چندین برابر میشه. اون این پدیده رو The Master Frequency نامید. همون اصل پشت قدرت تیم‌های خارق‌العاده، گروه‌های نوآور و حتی خانواده‌هایی که نسل به نسل ثروتمند میمونن. هیل میگفت هیچ ذهنی به تنهایی به هوش بی‌نهایت وصل نمیشه مگر در حضور ذهن‌های هم فرکانس دیگر. یعنی خیلی ها وصل نمیشی مگر اینکه تو این حالت. خیلی جالبه. یعنی چی؟ یعنی وقتی با افرادی در یک مدار فکری و ارتعاشی بالا قرار میگیری، ارتباطت با هوش جهانی مثل آنتن تقویت شده میشه. ایده ها سریعتر میان، فرصت ها واضح تر دیده میشن و حتی اتفاقای غیرمنتظره شروع میشن که انگار دنیای بیرون داره برای تو تبانی میکنه. ناپلئون هیل به این حالت مگنتیک کانفلوئنس میگفت، یعنی همجوشی مغناطیسی ذهن ها. برای مثال وقتی تو یکی از دوستات واقعا درباره هدفی واحد حرف میزنید، حتما پیش اومده، و هر دو ایمان، احساس و تخیل قوی دارید، مغزتون وارد یه رزونانس مشترک میشه. تو این رزونانس فرکانس ها با هم تداخل نمی کنن، همدیگر رو تقویت می کنن و اونجاست که جرقه های الهام از هیچ جا ظاهر میشه. هیل در نسخه اصلی نوشته بود که در میدان ذهن جمعی زمان و مکان بی‌معنی میشه، انرژی‌ها در هم میپیچن و اندیشه ها جفت سازی میشن. این راز خلاقیت‌های ناگهانی دنیاه. تمرین حلقه همفرکانسی از دفترچه خصوصی شاگردان هیل این بوده: مرحله 1، 3 نفر رو انتخاب کن که فرکانس فکری بالایی دارن، مثبت، رو به رشد، با ایمان، قشنگ قوی. 2، هر هفته فقط نیم ساعت با هم درباره هدف مشترک حرف بزنید بدون گلایه یا ترس. 3، جلسه رو با جمله هماهنگ کننده‌ای شروع کنید: ما به عنوان یک ذهن همسو با هوش بی نهایت فکر می کنیم. به مرور انرژی گروه شروع میکنه به جذب اتفاقات واقعی. فرصت هایی ظاهر میشن که هیچ کدومتون به تنهایی نمیتونستید تصورش بکنید. هیل میگفت یک ذهن انرژی میفرسته، 2 ذهن میدان میسازه و 3 ذهن واقعیت جدید خلق میکنند. در ادامه اپیزود میریم سراغ مرحله نهایی، یعنی قانون ارتعاش در ثروت. یعنی چطور از حالت همفرکانسی وارد جریان مداوم فراوانی بشی، طوری که جذب برات یه عادت طبیعی ذهنت باشه. ورود به جریان مداوم فراوانی وقتی جذب تبدیل به عادت ذهنی میشه. اینجا نقطه‌ایه که بیشتر افراد برمیگردن، چون فکر میکنن جذب یعنی یه اتفاق لحظه‌ای، یه شانس، یه بخت خوب. ولی ناپلئون هیل میگه ثروت جریانیه، نه انفجاری.
و فقط ذهنهایی در این جریان میمونن که ارتعاششون پایدار شده. بهش میگفت vibrational stability، پایداری ارتعاش. یعنی وقتی دیگه ثروت برات یه هدف نباشه، یه وضعیت ذهنی دائمیه. پس قانون ارتعاش فقط شروعه. اون چیزی که هیل در جلساتش با شاگردان میگفت اینه که ذهن باید یاد بگیره چطور توی اون فرکانس بمونه، حتی وقتی دنیای بیرون هنوز مطابق رویاها پیش نرفته. اون میگفت ثروت زمانی ظاهر میشه که آرامش در نبودش کامل باشه. ثروت زمانی ظاهر میشه که آرامش در نبودش کامل باشه. در واقع هر بار که به ارتعاشت شک میکنی، ذهن از موج فراوانی به موج کمبود سقوط میکنه. اما وقتی یاد میگیری درونت رو تنظیم کنی، مثل یه سیمپیچی مغناطیسی دائما میدان جذب تولید میکنی. هیل 3 لایه برای ساخت عادت جذب ذهنی معرفی کرده بود. 1. تصویر پایدار. هر روز یه تصویر ذهنی واحد از هدف مالیت بساز. حالا مالی مثاله، هر هدفی. نه 10 تا خواسته پراکنده ها، فقط یکی. اون تصویر به مرور به کدی تبدیل میشه که ذهن جهانی بر اساسش واقعیت رو میچینه. هر بار که تصویرت عوض میشه، کد هم از نو نوشته میشه و جذب قطع میشه. پس تصویر ثابته و یکیه. 2. احساس تثبیت شده. هیل میگفت احساس موتور محرکه ارتعاشه. پس باید احساست رو به تصویرت قفل کنی. چطور؟ با یک کلمه رمز. مثلا بگو فلو یا پاور یا جریان، قدرت. من دقیقا کلمات خودشو گفتم. یا هر چیزی که بهت حس ثروت میده. هر بار که این کلمه رو تکرار میکنی، بدن و مغزت وارد مدار مغناطیسی فراوانی میشن. بله. 3. تسلیم خلاق. بزرگترین اشتباه انسان‌ها اینه که بعد از ارتعاش میخوان کنترل کنن که چطور بیاد. هیل گفت انرژی مسیر خودش رو بهتر از تو میشناسه. وظیفه تو فقط تنظیم ارتعاشه، نه پیش بینی مسیر. و چقدر دوست داشتم که میگه مسیر خودش رو بهتر از تو اون انرژی مسیر خودش رو بهتر از تو میشناسه. وای که خیلی جذاب بود، اصلا امیدوار کننده بود. وقتی واقعا در حالت تسلیم خلاقی، ذهن از حالت تقلا خارج میشه و هوش جهانی خودش دست به کار میشه. همونجاست که ایده ها، فرصت ها، تماس ها و اتفاقای تصادفی ظاهر میشن. دوستشون دارم همشونو. تمرین جریان 21 روزه ثروت از دفترچه طلایی شاگردان ناپلئون هیل. برای 21 روز متوالی هر روز صبح و شب بنویس: من دائما با فرکانس فراوانی تنظیم شدم. بعد فقط 3 دقیقه در سکوت تصور کن که از درونت نوری طلایی در حال پخش شدنه. این تمرین ساده ذهن رو در مدار ارتعاش نگه می‌داره و بعد از 21 روز مغز تو خودش به صورت خودکار ارتعاش فراوانی رو باز تولید میکنه. هیل در یکی از نامه‌هاش به کارنگی نوشت که بیشتر مردم فکر میکنن باید دنبال پول برن، اما ثروت واقعی به دنبال ذهن‌های آرام و هم فرکانس میگرده. به به. پس از امروز به جای تعقیب فرصت‌ها خودت رو به فرصتی تبدیل بکن. وقتی ذهنتو در موج ثروت شناور میشه، پول، ایده، عشق و الهام همه تو رو پیدا میکنن. بله.
در ادامه اپیزود میریم سراغ میراث ذهن جهانی، جایی که هیل توضیح میده میراث ذهن جهانی وقتی ثروت فقط برای تو نیست. تا حالا به این فکر کردی که شاید ثروتت فقط متعلق به تو نباشه؟ شاید پول، ایده یا الهامی که الان داری یه امانت کیهانی باشه برای گسترش آگاهی در دیگران. ناپلئون هیل توی یادداشتاش نوشته بود که وقتی انسانی به میدان ذهن جهانی متصل میشه دیگه مالک ثروت نیست، بخشی از جریان اون میشه. و اینجاست که هیل از مرحله ثروت شخصی عبور میکنه و وارد قلمرویی میشه به اسم Universal Legacy، میراث جهانی ذهن، جایی که تو فقط برای جمع کردن کار نمی کنی بلکه با ارتعاشت مسیر هزاران ذهن دیگر رو روشن می کنی. اون می گفت ذهنهایی که در مسیر ثروت باقی می مونن همیشه در حال بخشیدن انرژی هن، نه پول. پول فقط سایه اون انرژیه. در واقع وقتی ارتعاشت در میدان ثروت تثبیت میشه موجی تولید میکنی که فقط زندگی خودتو تغییر نمیده بلکه روی آدمایی که حتی نمیشناسیشون هم اثر میذاره. اون این پدیده رو میراث ارتعاشی اسم گذاشته بود. ببخشید. حالا یعنی چی میراث ارتعاشی؟ یعنی هر کاری که با نیت خالص انجام میدی، هر الهامی که با عشق منتقل میکنی تبدیل میشه به فرکانسی در حافظه جهان و اون فرکانس نسل‌ها بعد دوباره فعال میشه. شاید تو نباشی ولی اثر ارتعاشت ادامه داره. هیل توضیح میداد که همین قاعده باعث شده ایده های بزرگی مثل برق و یا حتی اختراع اینترنت و اینا در ذهن افرادی متفاوت در قرن‌های مختلف تکرار بشن، چون اون ایده ها از میدان جهانی نشأت میگیرن و فقط ذهنهای آماده دوباره بهشون وصل میشن. اون ادامه داد اگه ذهن تو در مدار ثروت بمونه حتی پس از مرگ اندیشهات به کار ادامه میدن. و جالب بود. تمرین میراث ذهنی اینه که میگه هر شب قبل از خواب 3 دقیقه بنویس که امروز انرژی من چگونه دیگران رو غنی کرد. مرحله 2، بعد با چشمان بسته تصور کن که از قلبت نوری طلایی در حال تابیدنه که از مرز خونت میگذره و جهان رو لمس میکنه. 3، فقط با نیت آرامش و گسترش خیر. این کار ذهن تو رو به جهانبینی ثروت متصل میکنه، یعنی حالتی که ثروت تبدیل به مأموریت روحی میشه. اون وقت پول دیگه یه هدف نیست، یه ابزار میشه واسه رسالتت در زمین. و درست همونجا جهان در پاسخ راه‌های جدیدی از فراوانی رو برات باز میکنه، نه چون درخواست کردی، چون آماده ای. وقتی به دیگران نوری میدی خودت در مسیر نور قرار میگیری. ناپلئون هیل. در ادامه اپیزود میریم سراغ اتحاد کامل با هوش بی نهایت، جایی که ذهن از فردیت عبور میکنه و تو تبدیل میشی به مجرای آفرینش خود جهان. اتحاد با هوش بی نهایت، لحظه یکی شدن با آفرینش. یه جایی در مسیر رشد ذهنی هست که دیگه من معنی نداره. نه ترسی، نه خواستی، نه نیازی، فقط حضور. اون لحظه‌ایه که ناپلئون هیل اسمشو گذاشته اتحاد با هوش بی نهایت. توی دست‌نوشته‌هاش نوشته بود که
وقتی ذهن انسانی به اندازه کافی پالوده بشه دیگر از منبع الهام جدا نیست، خودش منبعه. وقتی ذهن انسانی به اندازه کافی پالوده بشه دیگه از منبع الهام جدا نیست، خودش منبعه. هیل میگفت بیشتر انسان‌ها فقط در سطح دریافت کننده میمونن، اما ذهن‌های بزرگ به مرحله میرسن که خودشون به فرستنده خلقت تبدیل میشن. اونا فقط الهام نمیگیرن، الهام میآفرینن. در اون حالت مغز دیگه مثل یه دستگاه فکرساز کار نمیکنه، بلکه تبدیل میشه به یه آنتن روشن که هر موجی از هوش جهانی ازش عبور میکنه و به شکل ایده، صدا، اثر یا فرصت بیرون میریزه. راز درونی هیل که از دفترچه قرمز سال 1933 بوده نوشته بوده برای رسیدن به سطح آفرینش ذهنی باید ارتعاش تو از مدار آرزو به مدار خدمت ارتقا بدی، چون فقط ذهنی که میبخشه میتونه حامل نیروی بی نهایت باشه و این دقیقاً همون نقطه‌ایه که تو از خواستن عبور میکنی و وارد بودن میشی. دیگه دنبال ثروت نمیری، ثروت از درون تو جاری میشه. دیگه به دنبال معنا نمیگردی، تو خودت معنا میشی. در این حالت هر چیزی که لمس میکنی رشد میکنه. هر کاری که انجام میدی اثر میذاره، چون ذهن تو با ذهن خدا توی یه فرکانسه. هیل توی یکی از جلسات محرمانش با شاگرداش گفت در اتحاد با هوش بی نهایت حتی سکوتت دستور خلق میفرسته. در اتحاد با هوش بی نهایت حتی سکوتت دستور خلق میفرسته. اینجا تمرین اتحاد با هوش بی نهایت رو میده و میگه شب درست قبل از خواب بشین در سکوت، چشمتو ببند و تصور کن که مغزت مثل کره‌ای نورانی درون یه اقیانوس طلایی شناوره. در ذهنت به خودت بگو من با ذهن بی نهایت یکی هستم، من به آن فکر می کنم و من آفریده هایش را خلق می کنم. هیچ چیزی نخواه، فقط حضور باش. بعد از چند دقیقه ایده ها خودشون میان، نه از تو بلکه از درون تو. این همون جاییه که زندگی دیگه برات اتفاق نمیفته، از درونت اتفاق میفته. هیل میگفت کسی که با هوش بی نهایت یکی میشه دیگه نمیتونه فقیر، ترسیده یا بی هدف بمونه، چون خودش قانونه. و شاید این مقدس ترین لحظه مسیر ثروت باشه، وقتی میفهمی همه اون تمرین ها، خواسته ها، ایمان ها و ارتعاش ها فقط یه مسیر بودن تا به این نقطه برسی، جایی که ذهن تو و جهان یکی میشن. بله، در ادامه اپیزود و بخش پایانیش میریم سراغ مانترای نهایی ناپلئون هیل، بیانیه‌ای که خودش هر روز تکرار میکرد تا ذهنش در مدار الهی باقی بمونه. مانترای نهایی ناپلئون هیل: بازگشت به منبع. هر سفری یه نقطه اوج داره و مسیر ناپلئون هیل به هوش بی نهایت با یه جمله تموم میشه. یه مانترای ارتعاشی داره که هر روز با صدای بلند تکرارش میکرد تا ذهنش در مدار الهی ثروت باقی بمونه. اما قبل از اینکه اون جمله رو بخونیم یه لحظه سکوت میکنیم، نفس عمیق میکشیم و بعد
به این فکر کن که از اپیزود اول تا حالا چند بار درون تغییر کرده. چند بار با خودت گفتی الان فهمیدم. اون لحظه ها تصادفی نبودن. همون لحظه ها نشونه های بیداری ذهن کیهانی درون تو بودن. هیل می گفت وقتی ذهن به خداوند وصل شود دیگر هدفی نیست که نرسد، فقط زمانی است که باید برسد. یعنی فقط دیگه لنگ زمانی. در آخرین نسخه دستنویسش جمله‌ای نوشته بود که تا سالها منتشر نشد. میگه من کانال هوش بی نهایت هستم. از من ثروت جاری میشه، خرد رشد میکنه و جهان گسترش مییابد. و این فقط یه جمله نیست، یه وضعیت ارتعاشیه. هر بار که با نیت خالص گفته بشه، ذهن از مدار ترس، کمبود و تلاش بیپایان جدا میشه و وارد جریان طبیعی فراوانی میشه. یه بار دیگه جمله ها رو میخونم. من کانال هوش بی نهایت هستم. از من ثروت جاری میشه، خرد رشد میکنه و جهان گسترش مییابد. هیل همیشه میگفت هدف از ثروتمند شدن جمع کردن پول نیست، تبدیل شدن به کسیه که بتونه پول رو با عشق هدایت کنه. پس حالا تو هم وارد اون مرحله شدی، مرحله هدایتگر بودن، جایی که دیگه دنبال فرصت نمیری، چون خودت تبدیل به فرصت برای دیگران شدی. و حالا مانترای نهایی ناپلئون هیلو برای تکرار روزانه براتون میخونم. من ذهنی واحد با هوش بی نهایت هستم. از درونم جریان ثروت، خرد و عشق میگذرد. من منبع الهام و آفرینشم. جهان از من آغاز میشه و با من شکوفا میشه. چرا که نه؟ تکرارش کن، نه برای اینکه چیزی جذب بکنی، بلکه برای اینکه یادت بیاد تو همون نیرویی هستی که میجذبونه، یعنی جذب میکنه. خب این اپیزود 10 بود. میخوام از این اپیزود این جمله رو با خودتون ببرید. ثروت واقعی ذهنیه که به جهان خدمت میکنه. حالا نوبت توه. تو حس میکنی مأموریت ذهنی چیه؟ چی قراره از طریق تو به جهان منتقل بشه؟ برام کامنت بنویس. شاید پاسخت الهام اپیزودهای بعدی باشه. اپیزود آخر ما یعنی اپیزود 11 و اپیزود بعدی تخصصی راجع به سپاسگزاریه از زبان ناپلئون هیل. پس اگه این اپیزود رو دوست داشتید لایک کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید که هیچ اپیزودی رو از دست ندید. دوستتون دارم.